ها کجایی؟ ها با بالا بالمون ها وای چی بود بابا اینجا چی کار میکن؟ سلام علیکم بله سلام علیکم یاد ما برا بابا بگو بیا خدا نکن که تو یا کاغذ باد ببینی بیرو آسمان یا که کفتره بیا سکر بابا اشتما لغ بزنی سکر بینی سکر ماما قررت بابا یک کفتر بیارم اینجا پردم چی؟ بیام میشینم تو کفتر بیاری پردی مثلا یک کل بند نازن اینو میام میشینم خوب کسمیه نیه چی کار میشه؟ خیلی خوب کسمیه کفتر بزی نیه خب بابا بگو که یادتو نره امی لالدین همسایه ما امی رفیق ما لالدین خب خیلی بچی خوبی هم هسته امی تا بچی هر چی فکر کنیم بچی خوبیه خب انا گفت اکبر سیکم ماه بخوب سکیله بخره انا 45,000 میچم 40,000 میدم 40,000 ها 40,000 سکیله میدم خشکه انا 35,000 گفتک دارم 5,000 پولام کمه یک ماه گیل گفتک برو از این پیر مادر خوب بستو بیار انا بعد یک ماه پولا تو نمیته احترامانه میدم انا خیلی رقیف من گفتک با یک روزی انا امو سکیله که یک روز بابا نوردم شما کمال به زمین زد که به کله به جو زد دست شما نرم تو به کله ما به جو زد یاد شما نه همو هم ازی بودم گفتگو لگو خرابه به دردم خراب میشد بیا گفتگو دردم خراب میشد انا با چیزه انا گفت این سکیل خوشکه که با پیار خوری بری ببری گپ پینی با همیشه بیا ببرن 5,000 پول بابا بدم بریم 5,000 پول بدم تو یعنی برازو با چگه نگفتی به رفیق خونه نگفتی که ما میکنیم و 5,000 پیداش کنیم 5,000 بیارم بدم تو تو میگه پبه گفتی بریم خود داریم بابا دیگه داریم چرا نداریم نه کجا بیارم خود تو خواهی نشه زمستونی ها خب بابا بعده ابری ما میره ما گفتم پیار ما شاید پول داشته باشم دارم من میرم مستونم یا مدر خو میستونم یا پیار خو میگو کو رفیق انا مال به سراخ بدم سراغو با من کو رفیق پیدا میشه ولی رفیق پیدا میشه ولی ها گردن من 3-4 تا رفیق دارم من 3-4 تا ها میگو یک روز همین رفیقا خو امتحانم بکردی اینو به حساب رفاقت تو برفتی بشه در سال گفتی 500 پیل به من به قرض بده و کار دارم بداده 1 لک میدم سکیل خور نداد بابا 1 لک شما اصلا منظور نداریم بابا روزی که بعد رفتیم بیاد شما نه خب که جا شما خیلی مار به جو زد بیاد من خب من اگه میتونه وسیله دیش شمسای بیام میدونم به دست همسایه اما پول نقد کجا آدم بیاره بده میتونی با تو پول ازو به یک ماه گفته میتونی به 2 ماه بستین ازو به 3 ماه بستین بابا این رفیقا ندارم همین رفیقا دارم کمال نیه بگم رفیق من 4 میکنم لوش کشی میکنم خوربنده بچه خورمندازونه دیگه منطقه لوش دیشته باشه نمیندازونه چون میگه رختام پول لوش میشه 4 میندازونم لوش کشی میکنم چا خوش باشه میگم خور به کله یلک کسه گو مندازی یا نه تو حال امتحان کردین رو یعنی ریشیا بله بعد ما با کل ملاکی نیه که پیار خوب بگه من کجا بیارم بابا ما دیق بعد ما دیق میشه از من گیله خور به زمین آسمان نزدیک که من پول کجا بیارم 5,000 روپیه این کار 1,000 بیدی 500 بیدی یعنی راه دیشته این 5,000 روپیه بده ما دارم چی بگم ماریو بگو نداریم مگه تو دوری پی رفیقی نی من خجالت میکشم بابا عجب اولا خب بعد این 5,000 پول میگو من 5,000 میدم بفهمیدی با یک روز اینا رو امتحان کن اکثر کشتم اینا مرد هستن یا نه مرد نیا نه شما بعد این 5,000 پول ما میرم در سرای سکم اور نه کال هگ بروم او که میگم مال پولار دادی من میرم در سرای رفیقی دارم خب آنه میگم آنه لالومت گدیون میگم خب خلاصه آنه ایتسکو اینا رفیقه اینو پول ازریه اینا رفیقه ازری هم رفیقه همین رفیقه
بفهمی دیگه نه چطور رفیقه؟ اگه میر دیشتی رفیق ترمای کنه دیشتی نمایه ای رفیقم بابا اوی تا آدم ها نیم سر خور گذشته دارم سیکو گیلا حالا من برو پیش لالومت گدی اون چند بستونم بابا پول میده ها برو بگو پیانو مریضه هم 5000 بده پیار ما بگو مریضم آه خوبه اگه بستون 5000 بدین بابا کما برو بدم سیکو آنه این 3,500 1,500 آماده خوبستو آنه می پولار کما میدم میچلا بابا آنه اینو میگم رفیق یک کلی بزنم مادر خوبستون آه بفهمیدی اینو میگم رفیق پیدا نمیشه هم با معلوم میشه که هم با برو درس رو اینا رو میبرم میدم میرم آه. 5000 پس میستونم میارم کسیشو میکنم لالومت گدیو خب برو سیکو نشون مردی غیرت داری انا سیکو سیکو معلوم میشه سیکو مگه هر نست چی بده گوش به کفکیرم بالا میایه 10000 میگم بده 10,000 بستو سیکون بگو پیام مریضه میبرم دکتر میبرم 10000 میستونم خب برو بستو سیکون شو میستینی 10000 میستونم بابا چیکار چند میستینی 10000 بستونم 5,000 مردشو بستو ها آه سیکون اشتا مردی میشی رفیق با کجا پیدا میشه حاله رفیق کیسا پیلات تک کسی آدم رفیق من کنم اینه یک بابا کینه من دلجمی بیام با گیلات سمی جانجره خیلیت جانجره سیارستی خیلیت جانجره شتن اول خوبه چیگه پای جانجره چیکا پای خوبه قراری سلامت باشه میگم جان میگم چیز همی چی بگم خدا شفای بده پیرک ممیت مریضم پیرک ممیت مریضم که اصلا هیچی تاب و طاقتی نمیه ببردم به شفاخونه بردم انال اینال بستر کردم انال میگم که 10-15 هزاری په پول بیشترتر مصرف داره پول بستر اینا انا پیار میگفتم برو من پیش رفیقا خود کنه هم یک لطفی بکنه یک 5,000 پول برای ما بدن برای 4-5 روزی انا بازم احترامانه بخیریم پولا شما میارم با بیدا گیل لکاش که این پیار تو در جلوتر ناجور میشد چرا؟ در جلوتر پول بود اگه اینا رو بدادم به نفر خیلی هم بود تقریبا 40-45 هزار پول بود بدادم اینا رو به دست به نفر گیل لکو هم حال خرج کرده حال خرج کرده به نفر کاش که بودی گیل لک خدای سرتون کردم ما و شما که رفیق همسایه آخه رفیق دیگه جمع مثلا می فرصتی تو رفیق چی دیگه مثلا 24 ساعت خودت تو با میله به یه بر میریم مثلا خودی همیم انا کمی فرصت کمک نکنی کار بکن که مادر خوازی بر پول بستو یه گیل لک پول اگه به خونه بودی من خبر دارم دیگه بودی فدای سرتون کردم رفیق هم 3,000 نداریم باور میکنی من مال 1,000 پول نیه که برم کپسول باز کنم بودی فدای سرتون کردم گیل لک جدگه بیا چای بخور هیچ خیلی خدا شفای بده منتها رفیق زری ما و شما همک زره دیگه گیل لک نیه دیگه اگه بودی برو جو خون میدادم به تو دیگه میگم پول یک کپسول گاز مال به خونه نیه تو که به دردمون نخوری دیگه حال فرصت چی بکاره دیگه چه کار خود در روز بیشتر میه دیدیشتون دیگه گیل لک و درس بیشتر پیار متیار بده خب میگم کاش که پیار تو در روز پیش ناجور میشد حالا چیکار کنم دیگه هیچی خوشه میده گیل لک بابا کو رفیق حال رفیق پیدا میشه که من به تو 5,000 پول بدم من که خودی تو سلام علیکم دارم به جای میرم خاطر ساعت متیشه اگه نی رفیق پیدا نمیشه بابا رفیق من که 5,000 پول به تو بدم از کی بستونم حال شرایطه که کسی پول بده پیار من راست میگن که رفیق به درد نمیخوره ببین من برفتم این رفیق دلجونی میبود برفتم در سلا بزرگ میگم پیار من مریضه 5,000 پول بده میگه نیه در روز پیش پیار تو کاش که مریض میشد هم 3,000 پول میگم بده میگه نیه راست میگه پیار من
خدا نیه حال اگر 100 نفر یک نفر رفیق به درد ما بخوره. بابا چیکار؟ بخزم یک دقیقه. ماده دلم ملول بود اکو. تو عمل با کجا بودی که با تو بیایی؟ بابا بگو. لالومات گردیون برفتم رفیق ما نداد پول. نداد. گفت اگه پیاتو کاش که درس پیش ناجور میشد میامدی پول بدن. خب همی تا گو. گفتم 3000 هم بده گو ندارم. ببین بچه جان این بدور ریشم سفید نشده میفهمی؟ ریشم سرمه تو هم در عقل نداری و تو اول چی گفتم؟ گفتم پولا تا کسی من رفیقه بفهمید رفیق دلجونی من هم پولا تا کسی منه رفیق بدت نمیخوره بدیدی این دوتا که امتحان کردی دوتا دیگر هم با امتحان کنن اونا هم از سر از اینا هم با انال بفهمیدی انال به خود خوردی دیگر نباید که نه به کسی به قرض بدی به رفیق نه هم رفیق طلب کچیدی این تو کارا به درد نمیخوره چه جان سر منم به درد آوردی که از میدم که هر چی به تو گفتم روی بوم که مقدار سر من بروی آوردی گفتی های چکار رفیق ایتن اوتن رفیق به درد نمیخوره رفیق بزی به درد نمیخوره چه جان خلاصه با تو بفهمیدی؟ آنه بابا انال شدی؟ بچه خوبه دیگه بسه بابا رفیق داری بسه دیگه سلام خدا از اینا دیگه با میلم نمیرم اصلا در گفتم دیگه خودین رفاقت نکو بیاگ رو نر اینا رفیق نیه رفیقیه که اتا کسی تو یک سال بدر کنه بخوره این رفیق نیه که ساکو بدر بخوره که اگر در به تو خرج میکنی برای اینا بچه کمی نمیکنی ساعتی به او خرج کنه کسی کم تو کنه خلاص بابا دیگه خلاص دیگه آه دیگه خلاص بابا دیگه خلاص